بین ما و شما همه عزیزان هست. امیدوار هستم که همیشه موفق و مؤید باشیم. باز هم خدا رحمت الهی که در استان ما نازل شد و در این شرایط بحرانی واقعا این مانور رو به شماره 10 از هادی، شماره 10 نیاز به خودروهای بیشتر حمله متوقع داریم. قسمتی از انرژی این سیستم انتقال پیدا بکنه به بدن اون طرف. اینجا تو نمودار می‌بینید که میزان انرژی و ولتاژ تولیدی در چقدر هست. بر اساس اون و تنظیماتی که انجام دادی میاد این آلارم تشخیص میده این اتفاق رو و اون اکشن هایی هم که تعریف کردیم